میوه دوست داشتنی آچار فرانسه بدن هست. هویج غنی از بتا کاروتنه که در بدن به ویتامین آ تبدیل میشه. ویتامین آ باعث بهبود بینایی میشه و برای رشد و عملکرد ایمنی بدن بسیار مناسبه. هویج به عنوان شیرین ترین نوع سبزیجات فایده بسیاری برای سلامت پوست و بدن داره که شاید تنها چند مورد از اونها رو بدونید. هویج با داشتن مقدار مقوی و ویتامین ها منبع مهمی برای درمان بسیاری از بیماری هست. هویج یه ریشه گیاهی داره که اغلب ادعا میشه برای سلامتی یه غذای کامله. هویج ترد، خوشمزه و سرشار از مواد مغذیه و منبع خوبی از بتا کاروتن، فیبر، ویتامین کا، پتاسیم و آنتی اکسیدان هست. این نارنجی رنگ ترد دارای مزایای فراوانی برای سلامتیه و غذای عالی برای کاهش وزن هم محسوب میشه و با سطوح پایین کلسترول و بهبود سلامت چشم ارتباط داره. ارزش‌های غذایی هویج: محتوای آب موجود در هویج ممکنه که از حدود 86 تا 95% متغیر باشه و در حدود 10% کربوهیدرات داره و هویج دارای چربی و پروتئین بسیار کمیه. یه هویج متوسط خام حدود 61 گرم حاوی 25 کالری و فقط 4 گرم کربوهیدرات قابل هضمه. ویتامین ها و مواد معدنی هویج: هویج ها منبع خوب و مناسبی از ویتامین ها و مواد معدنی مختلفن. به خصوص ویتامین آ از بتا کاروتن، بیوتین، ویتامین کا از فیلونون، پتاسیم و ویتامین B6. ویتامین آ هویج: هویج غنی از بتا کاروتنه که در بدن به ویتامین آ تبدیل میشه. ویتامین آ باعث بهبود بینایی میشه و برای رشد و عملکرد ایمنی بدن بسیار مناسبه. بیوتین هویج: یکی از ویتامین های B که قبلا ویتامین H شناخته میشد، نقش مهمی در متابولیسم چربی ها و پروتئین داره. ویتامین کا هویج که به عنوان فیلونون نیز شناخته میشه، برای انعقاد خون مهمه و سلامت استخوان ها رو بهبود میبخشه. پتاسیم هویج: یه ماده معدنی ضروری برای کنترل فشار خون هست. ویتامین B6 هویج: یک گروه از ویتامین های مرتبط با تبدیل مواد غذایی به انرژی هست. کربوهیدرات ها: هویج عمدتاً از آب و کربوهیدرات تشکیل شده. کربوهیدرات ها حاوی نشاسته و قندها هستند، مثل ساکاروز و گلوکوز. هویج ها همچنین منبع خوبی از فیبرها هستند که برای یک عدد هویج متوسط 61 گرمی حدود 2 گرم هست. هویج معمولاً در شاخص پایین گلیسیمی رتبه بندی میشه. شاخص اون از 16 تا 60 متغیره که برای هویج خام کمی بالاتر از هویج پخته است. خوردن غذاهایی که گلیسیمی کمی دارن با مزایای سلامتی فراوانی همراهه و برای افراد دیابتی بسیار مفید هست. فیبر هویج: پکتین شکل اصلی فیبر محلول در هویجه و فیبرهای محلول میتونن سطح قند خون رو با هضم قند و نشاسته کاهش بدن. همچنین میتونن باکتری های مفید در روده رو تغذیه کنن که منجر به بهبود سلامتی و کاهش خطر ابتلا به بیماری میشه. بعضی از فیبرهای محلول میتونن باعث جذب کلسترول از دستگاه گوارش و کاهش کلسترول خون بشن. فیبرهای نامحلول در هویج هم در فرم سلولوز، همی سلولوز و گیلنین هستند. فیبرهای نامحلول خطر ابتلا به یبوست رو کاهش میدن و حرکات روده رو منظم و سالم میکنن. مواد معدنی و ویتامین های هویج: ترکیب گیاهی و اصلی موجود در هویج عبارتند از بتا کاروتن هویج. هویج نارنجی سرشار از بتا کاروتنه. آلفا کاروتن یه آنتی اکسیدانه که تا حدی به ویتامین آ تبدیل شده. لوتئین یکی از معمول ترین آنتی اکسیدان هاست که در هویج زرد و نارنجی یافت میشه و برای سلامت چشم مفیده. لیکوپن
آنتی اکسیدان قرمز روشنیه که در هویج و سایر سبزیجات قرمز یافت میشه و ممکنه خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش بده. آنتوسیانین ها، آنتی اکسیدان های قوی موجود در هویج‌های تیره رنگ هستند. خواص و مزایای سلامتی هویج‌ها: 1. بهبود بینایی. هویج‌ها منبع خوبی از کاروتونوئیدها، پیشسازه های ویتامین آ هستند که در بهبود بینایی بدن مفیدند. مصرف منظم هویج باعث افزایش بینایی رنگی و دید در نور کم یا دید اسکوتوپی میشه. 2. هویج برای جلوگیری از سرطان. طی تحقیقاتی متوجه شدیم که آسیب رادیکال‌های آزاد موجب سرطان میشه و توسط آنتی اکسیدان‌ها از اون جلوگیری میشه. هویج هم حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدانه و خطر ابتلا به سرطان معده و ریه رو کاهش میده. ویتامین آ موجود در هویج مانع از سرطان پستان میشه و مصرف روزانه اون احتمال سرطان پروستات و لوسمی رو هم کاهش میده. 3. هویج برای کاهش بیماری‌های قلبی عروقی. مطالعات نشون میده که هویج‌ها حاوی پلی استیلن‌های فعال زیستی مثل فالکارینیدیول و فالکاریویونال هست. هر دو این ترکیبات در طبیعت خاصیت ضد التهابی دارند و باعث کاهش بیماری‌های قلبی عروقی میشن. فراوانی کاروتونوئید موجود در هویج خطر سکته مغزی رو کاهش میده. آب هویج سطح آنتی اکسیدان رو در بدن افزایش و پروکسیداسیون لیپید رو هم کاهش میده. در نتیجه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی هم کاهش پیدا میکنه. پکتین موجود در هویج هم سطح کلسترول رو در بدن کاهش میده. 4. هویج برای بهبود سلامت دهان و دندان. بتا کاروتن موجود در هویج باعث میشه که مینای دندان سالم بمونه. این گیاه ترد کمک میکنه تا دندوناتون تمیز بمونن و پاک بشن و باعث کاهش ترشح بزاق میشه و به سلامت کلی دندانها کمک میکنه. 5. هویج برای حفظ فشار خون. مقدار بالای سدیم در غذا فشار خون رو افزایش میده که میتونید با اضافه کردن غذاهای غنی از پتاسیم در رژیم غذاییتون باش مقابله کنید. 3/4 فنجان آب هویج حاوی 517 میلی گرم پتاسیم و 14% از نیاز روزانه شما به پتاسیم رو تأمین میکنه. هنگامی که خام خورده بشه موجب کاهش فشار خون میشه. 6. هویج برای تقویت سیستم ایمنی بدن. ویتامین آ و آنتی اکسیدان ها برای افزایش ایمنی بدن حیاتی‌اند. از اونجایی که هویج هر دو این ترکیبات رو داره، در تقویت سیستم ایمنی بدن فوق‌العاده است. ویتامین آ دارای خواص ضد ویروسیه و باعث افزایش کارکرد سلول‌های سفید میشه و به عملکرد دستگاه گوارش و ریه ها کمک میکنه. آنتی اکسیدان ها اثرات تخریبی اکسیداسیون در بافت ها رو از بین میبره و بنابراین ایمنی بدن رو تقویت میکنه. 7. هویج برای کاهش خطر ابتلا به آب مروارید و ماکولار. کمبود لوتئین دلیل اصلی ماکولار در سالمندان هست. هویج زرد غنی از لوتئینه، بنابراین مصرف منظم اون از بروز بیماری‌های چشمی جلوگیری میکنه. ویتامین‌های آنتی اکسیدانی در هویج چشم‌ها رو از آب مروارید محافظت میکنه. 8. هویج برای کنترل دیابت. هویج‌ها بدون نشاستن و کربوهیدرات‌های کمی دارن. به دلیل پایین بودن گلیسیمی روند هضم و جذب رو افزایش میدن و باعث کاهش ناگهانی قند خون میشن و مکانیزم بیشتر به مبارزه با دیابت کمک میکنه. 9. هویج برای تقویت استخوان‌ها. 1 فنجان آب هویج 25 میلی گرم کلسیم داره. مصرف کلسیم استخوان‌ها رو تقویت میکنه و خطر ابتلا به پوکی استخوان رو کاهش میده. 10. کمک هویج به کاهش وزن.
ممکنه هویج بهترین گزینه برای میان وعده باشه چون کمک میکنه که وزنتون رو کاهش بدین. همچنین کالری کمی داره. یه فنجان آب هویج فقط 25 کالری داره. علاوه بر این هویج حاوی چربی نیست. 11. بهبود عملکرد شناختی. از اونجایی که هویج حاوی کربوهیدرات‌های پیچیده و فیبر هست، جریان خون رو در مغز افزایش میده و به نوبه خودش حافظه تمرکز و هوشیاری رو بهبود میبخشه. 12. هویج برای کاهش بیماری معده. این غذای تند و خوشمزه سیستم گوارش رو بهبود میبخشه و برای سلامتی بدن خوب و مفیده. هویج پخته شده در درمان اسهال، ناراحتی‌های معده، تهوع و استفراغ مفیده. از اونجایی که هویج مقدار زیادی فیبر نامحلول داره، یبوست، گاز و نفخ معده رو درمان میکنه. هویج خام در کودکان زیر 4 سال به یبوست منجر میشه. 13. سمزدایی بدن با هویج. هویج روده رو تمیز و خون رو پاک میکنه. همچنین تعادل اسید قلیایی رو در بدن حفظ میکنه. 14. هویج مناسب برای سلامت کبد. آب هویج برای کبد عالی و مفیده. هویج به دلیل وجود کاروتنوئیدها خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی داره و به جلوگیری از بیماری‌های کبدی کمک میکنه. همچنین باعث کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب در کبد و سایر قسمت‌های بدن میشه. 15. هویج برای درمان اختلالات پوستی. همونطور که گفته شد، هویج منبع خوبی از بتا کاروتنه و در برابر چندین بیماری پوستی از جمله پسوریازیس بسیار مؤثره. وجود ویتامین آ در هویج هم برای کاهش و درمان زگیل و آکنه مفیده. 16. کمک به بهبود و درمان زخم با هویج. ویتامین آ موجود در هویج بافت سوختگی و زخم‌های پوست رو بهبود میبخشه. 17. هویج مفید در دوران بارداری. اگه پزشکتون پیشنهاد کرده که تعادل وزنتون رو حفظ کنید، میتونید آب هویج بخورید چون غنی از بتا کاروتن و ویتامین C هست. همچنین مادران شیرده باید از هویج استفاده کنن چون به دلیل ویتامین آی که داره برای بهبود سریع زایمان، شیر بیشتر و کسب انرژی مفیده. 18. هویج برای کاهش و تسکین درد قاعدگی. مصرف منظم هویج حداقل 1 هفته قبل دوران قاعدگی برای کاهش درد مؤثره. نوشیدن آب هویج یا خوردن هویج خام هم موجب کاهش احساس خستگی شما در دوران قاعدگی میشه. 19. هویج برای کاهش پیری پوست. کاروتنوئید موجود در هویج روند پیری رو کاهش میده. بتا کاروتن و رتینوئید در کاهش زودرس پیری سلول ها هم به همون اندازه مفیدن. بنابراین برای جلوگیری از چین و چروک و خطوط هر روز هویج بخورید. 20. محافظت از پوست در برابر آفتاب سوختگی با هویج. مصرف هویج پوست رو از بصورات و در معرض اشعه یووی قرار گرفتن محافظت میکنه. کاروتنوئیدهای موجود در هویج از پوست در برابر آفتاب سوختگی محافظت میکنه و موجب کاهش زبری و پوسته شدن پوست میشه. 21. هویج برای جلوگیری از ریزش مو. نیاکاروتن در هویج باعث رشد مو میشه. ویتامین آ موجود در اون باعث تحریک تولید سبوم میشه و پوست رو از خشکی محافظت میکنه. میتونید سوپ هویج، آب هویج، هویج بخارپز یا تازه رو به عنوان یه میان وعده برای موهای بلند و محکم داشته باشید. 22. هویج برای حفاظت از آسیب ناخن‌ها. کمبود ویتامین آ موجب آسیب پذیری و شکنندگی ناخن‌ها میشه. از اونجایی که هویج سرشار از ویتامین آ هست، برای سلامت ناخن‌ها بسیار مؤثره. یکی دیگه از اجزای مهم و مفید هویج که برای ناخن‌ها مناسبه و باعث تقویت میشه بیوتن هست. 23. هویج برای کمک به درخشان شدن پوست.
علاوه بر مصرف دارویی میتونید هویج رو به صورت موضعی به عنوان ماسک صورت استفاده کنید. بتا کاروتن موجود در هویج این وظیفه رو بر عهده داره. هشدارها در مورد هویج: سوپ هویج حاوی آبورتیونه و باید در دوران بارداری از اون اجتناب کرد چون باعث سقط جنین میشه. هنگام خرید هویج باید مراقب باشید و همیشه محصولات ارگانیک رو خریداری کنید. در غیر این صورت مزایای واقعی این سبزی رو دریافت نخواهید کرد. بعضی از عوارض جانبی هویج که باید بدونید: 1. ناایمن و مضر برای نوزادان. بعضی مطالعات نشون میده که هویج برای نوزادان خطرناکه، اما دلیل اون هنوز مشخص و معلوم نیست. 2. ممکنه منجر به واکنش‌های آلرژیک بشه. تعداد کمی از افراد به هویج حساسیت دارن. بعضی از عوارض جانبی برای این افراد عبارتند از خارش پوست، اسهال، ورم و واکنش آنافیلاکتیک. افرادی که به هویج آلرژی دارن باید به هنگام مصرف اون محتاط باشن. 3. مشکلات مربوط به خلق و خوی. بعضی از افراد عادت به مصرف زیاد هویج دارن و این میتونه تحریک پذیری، عصبانیت و برخی از اثرات منفی مربوط به روح و روان رو در پی داشته باشه. 4. هویج برای مادران شیرده در برخی موارد توصیه نمیشه. هویج غنی از ویتامین ها و مواد معدنی هست که برای بدن بسیار مهمه. اما بعضی مطالعات ثابت کرده که هویج طعم شیر مادر رو تغییر میده. بنابراین بهتره که زنان شیرده بعد هویج حتما آب بنوشند. 5. تعامل با برخی از بیماری‌های خاص. افراد مبتلا به دیابت، مشکلات روده، سطح قند پایین و مشکلات هورمونی باید قبل مصرف هویج با پزشکشون مشورت کنن. هویج با چنین بیماری‌هایی تداخل ایجاد میکنه و باعث میشه که بدتر بشن. 6. تغییر در رنگ پوست. این تغییر رنگ به دلیل وجود بتا کاروتن که یه ماده کاروتنوئیدی هست اتفاق میفته. این تغییر رنگ رو میشه در کف دستها، صورت و یا پاها مشاهده کرد. 7. هویج ممکنه که منجر به نفخ شکم بشه. هویج حاوی 12 گرم کربوهیدرات و 4 گرم فیبره. زمانی که فیبر و کربوهیدرات ها در روده حذف نمیشن، تحریک میشن. این امر منجر به تشکیل گاز در روده ها و در نهایت باعث نفخ و گرفتگی معده و شکم میشه. مواد لازم برای سالاد هویج: هویج پخته شده 1 عدد، خیار 2 عدد، گوجه فرنگی به تعداد دلخواه، نمک و فلفل به میزان لازم، روغن زیتون و سرکه بالزامیک 2 قاشق غذاخوری. طرز تهیه: برای تهیه این سالاد خیار رو خرد کنید و هویج پخته شده رو هم حلقه حلقه کنید. سپس به همراه گوجه فرنگی داخل ظرفی با هم مخلوط کنید و به اون روغن زیتون و سرکه بالزامیک و مقداری هم نمک و فلفل اضافه کنید و نوش جان کنید.